سلام خدمت بچه‌ها. یه دونه 206 فرانسوی مدل پایین براتون تهیه کردم برای بازسازی. می‌خوایم 0 تا 100 این 206 رو بازسازی کنیم. 206 مدل پایین فرانسوی رنگ بژ که قراره عروسک ازش بسازیم. عروسک. این ریختش رو الان ببینید، بعد مثلا 2 ماه دیگه هم میتونید نگاش کنید ببینید چی شده. مشکل فنی نداره، شاسی ها همه سالم پلم، فقط رنگ داغونی داره، باید یه دو رنگ کامل بشه. و اینکه یه عیب برقی داره که از اون BSI زیر داشبورد احساس میکنم، خودم احساس میکنم، حالا شاید هم نباشه. ولی عیبش اینه که برق داخل ماشین نیست. یعنی چی؟ یعنی کیلومتر نداریم وقتی که ماشین رو روشن میکنیم حرکت میکنیم، نه کیلومتر، نه آمپر، نه دور موتور، هیچی نداریم. یعنی برقی داخل ماشین نیست. این عیبو داره که خیلی عیب بزرگی هم از تو مرحله اول بازسازی باید این عیبو برطرف کرد، چون این عیب خیلی حیاتیه. فرقش هم اینه که آمپر نداریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه دندم خلاص خواب، یعنی ما کلا تو حرکت هیچ کیلومتر یا آمپری نداریم داخل ماشین. اینجا هم اصلا برقی داخل ماشین نیست، فقط موتوره که روشنه، یه دونه کلاج دنده هم به ما میده که ما باش حرکت کنیم، وگرنه برقی داخل ماشین نیست. البته شیشه ها کار میکنه، بالا بر شیشه، ولی داخل کیلومتر و اینا هیچ برقی وجود نداره. اولین کاری که بکنیم باید ماشینم خاموش شد، باید ببریم این عیب برقیشو برطرف کنیم. من فکر میکنم که از این ECU یعنی BSI زیر موتور باشه، زیر داشبورد باشه، این BSI باشه. احساس میکنم عیب از اینه. ولی خب حالا میبریم پیش کاربلدش، اون دیگه بهتر میدونه. بریم اینو که درست کنیم دیگه عیب فنی نداره، فقط ظاهریه. باید بریم سراغ زیبایی کار و ماشین رو بچینیم، همین دیگه.